خیلی وقتی اسم چشم سوم میاد یا سری میرن سمت ترس یا سری میرن سمت توهم، ولی واقعیت اینه که بیشتر چیزایی که راجع بهش میگن نه سیاه مطلقه نه سفید مطلق. امروز نمیخوام آموزش بدم، نمیخوام حتی بگم که چطور باز میشه. فقط میخوام در مورد چیزایی حرف بزنم که آدم‌ها بعد از باز شدنش تجربه کردن، چیزایی که بعضی اسمش رو میذارن مزیت و بعضیا همونو خطر میدونن. قبل از شروع یه نکته خیلی مهم میگم: این ویدیو دعوت نیست، ادعا نیست، آموزشی هم نیست، فقط روایت تجربه هاست. پس با ذهن باز گوش کن، نه برای تقلید کردن. آگاهی عمیق‌تر. خیلی‌ها میگن بعد از این تجربه یه جور فهم عمیق‌تر نسبت به خودشون پیدا کردن. نه اینکه همه چیز رو بدونن، بلکه انگار بهتر میفهمن که چرا ناراحتن، چرا خوشحالن، یا چی براشون بده یا حتی خوبه. انگار که صدای درونشون واضح‌تر شده. حساس‌تر شدن به آدم‌ها. یکی از چیزایی که خیلی تکرار میشه اینه که آدم‌ها میگن دیگه نمیتونن بعضی از آدم‌ها رو تحمل کنم، یا اینکه میگن حس میکنم نیت بعضی‌ها رو زودتر میفهمم. نه اینکه ذهن خانی باشه، بیشتر یه حس درونی قوی‌تره. البته اینجا هم خطر هست. اگه درست مدیریت نشه میتونه تبدیل به بدبینی بشه. دوم، تمرکز و سکوت ذهنی. بعضیا گزارش میدن که ذهنشون از شلوغی دائمی بیرون میاد. افکار کمتر یا حداقل قابل کنترل تر. نه اینکه فکر نکنن، بلکه غرق فکر نمیشن. این رو بعضیا آرامش میدونن و بعضی‌ها هم میترسن ازش. خلاقیت و الهام. خیلی‌ها میگن ایده‌هاشون بیشتر شده. نوشتن، طراحی، حرف زدن، حتی حل مسئله. انگار ارتباط ذهن یا تصویر قوی تر میشه. برای همینه که تو تاریخ خیلی از هنرمندا و نویسنده ها به مفاهیم شبیه چشم سوم علاقه دارن. تغییر نگاه به زندگی. این شاید مهمترین بخشه. بعضیا میگن که بعد از این تجربه نگاهشون به زندگی عوض شده. ترس از بعضی چیزا کمتر شده، وابستگی ها فرق کرده، ولی اینجا همون جاییه که اگه آمادگی نباشه میتونه آدمو به هم بریزه. همه اینا میتونه برای یه نفر مزیت باشه و برای یه نفر دیگه بحران. چشم سوم مثل یه دره میمونه. اگه آماده نباشی یا نقشه نداشته باشی داخلش گم میشی. برای همینه که همیشه میگم همه چیز دانستنیه، ولی همه چیز تجربه کردن نیست. تو ویدیوی بعدی میخوام درباره نشونه‌هایی حرف بزنم که بعضیا فکر میکنن چشم سومشون باز شده، ولی در واقع اینطوری نیست. اگه دوست داری این ویدیو رو از دست ندی، چنل رو ساب کن. این تازه شروعشه.